نقش اصلی زنده کردن معماری ایتالیایی بعد از جنگ جهانی به عهده معماری برجسته به نام جو پونتی بود که علاوه بر معمار او یک هنرمند، طراح صنعتی، نویسنده و ناشر هم بود. آثارش در سراسر جهان با وجود خلاقیتی که در طراحی‌اش داشت بسیار ساده و رسا بودند. او با ترکیب هنرهای تزئینی مثل نساجی، طراحی مبلمان و یا کار با سرامیکا راحت‌ترین و زیباترین فضاها را خلق می‌کرد تا کارفرما از طریق نقطه دیدهای مختلفش توی آثار بتونه به اوج لذت بصری برسه. پونتی با وجود اینکه عاشق معماری و فرهنگ کشورش بود و این یک ویژگی او به حساب می اومد، هیچگاه باعث نمیشد که نسبت به معماری آینده دید بسته‌ای داشته باشه. اشتیاق او برای انجام پروژه ها و خوب گوش دادنش بهترین ابزاری بود که او برای سهمی شدن با کارفرما، کارگران محلی و پیمانکاران جز داشت. رابطش با معماری ایران به سال 1339 برمیگرده که این ارتباط موجب خلق اثر معمارانه‌ای به نام ویلا نمازی شد که به درخواست شفیع نمازی در نیاوران طراحی و ساخته شده. این ویلا یکی از 3 شاهکار اون تو خارج از ایتالیا بود که 2 تای دیگه توی ونزوئلا طراحی و ساخته شد. این ویلا تنها ساختمان مسکونی پونتی در خاورمیانه است که شاهدی بر غنی بودن تاریخ معماری تهرانه. ویلا نمازی فصل مهمی از کار پونتیه، چون بخش مهمی از سیستم ویلا توسط خودش خلق شد که دارای جزئیات خاصی بود. همونطوری که قبلا هم گفتیم 2 ویلای دیگه توی ونزوئلا داشت، ولی ویلا نمازی برهه بسیار مهمی از کارنامه حرفه‌ای پونتی بود، چون کارفرمایان ایرانی دست اونو تو بیان خلاقیتش باز گذاشته بودن که در نتیجه این آزادی ها ما این اثر بسیار تاثیرگذار رو میبینیم که پونتی در آزادانه ترین حالت اشتیاق خودش رو خلق کرده بود. ویلا نمازی آزادترین بیان زیباشناسی و تفکر یک معماره و نکته حائز اهمیت اینه که این اثر تاریخی هنوز توی ایران وجود داره و حیاتیه که اهمیت اون توی ایران درک بشه و البته تمام دنیا باید اون رو بشناسن و از اون دیدن کنن. یک جواهر واقعی معماریه، چون برای یک معمار به ندرت این اتفاق میفته که چنین آزادی عملی در طراحیش داشته باشه و این ویلا در ایران یکی از این اتفاقات نادره. ویلا نمازی که با زیبایی چشمگیرش هنوز پابرجاه، ایده معماری مدیترانه‌ای رو همونجوری که پونتی انتظار داشت منعکس میکنه و به طور خاص مفهوم خانه ایتالیایی رو میرسونه. منظور از این مفهوم هم ایجاد یک فضای درست با یک رابطه مشخص و یک پارچه بین محیط داخلی خانه و چشمانداز بیرونی اطرافشه که به عنوان ادامه و مکمل محیط قبلی تلقی میشه. در خانه ایتالیایی تفاوت بزرگی بین فضای بیرون و درون خونه وجود نداره. با ما معماری بیرون به داخل نفوذ میکنه و از استفاده کردن از سنگک، نقاشی‌های دیواری اجتناب نمیکنه. این خانه از داخل به واسطه رواق‌ها، تراس‌ها، کلاه‌فرنگی‌ها، ایوان‌ها، حتی گالری‌های مسقف و عرش‌های سقفی و دیگر المان‌ها، چشم‌اندازها به فضای بیرون متصل میشن که همگی یک سری اختراعات بسیار راحت برای ایجاد یک زندگی آرام بودن. در کل عقیده پونتی این بود که باید از مفهوم خانه ایتالیایی، یعنی اون روش سنتیش، توی خانه‌ها شروع کنیم که توی این 3 ویلا این امکان رو پیدا کرد تا اصول معماری که به اون اعتقاد داشت رو به نمایش بگذاره و ایده اصلی خودش رو که صادر کردن سبک زندگی ایتالیایی بود رو از طریق این شاهکارها ارائه کنه. یکی از ابزارهایی که برای بیان این مفهوم فرهنگی استفاده می‌کرد سالن نشیمن با 2 سطح مختلف بود که در بسیاری از ویلاهاش، حتی ویلای ایرانیش هم اون رو می‌بینیم. ویلا نمازی دارای کنجیه که مفهوم خونه ایتالیایی رو تو خودش جای داده که به بهترین شکل دیدگاه پونتی رو نشون میده. این کنج که حیات داخلیه تا به امروز نمادین ترین و شناخته شده ترین فضای کل خونه است. نوعی از نمایشگاه فضای باز که پونتی به نمایش گذاشته.
که روی دیوارها مجموعه‌ای سحرانگیز از کاشی‌ها و سرامیک‌های تزئینی رو می‌بینیم که توسط فائستو ملوتی طراحی شد. هر کدوم از این پلاک‌ها یک اثر جداگانه‌ای هستند که مثل یک نمایشگاه روی دیوارها به نمایش در آمدند و با اشکال و اندازه‌های غیر متعارف نگین نفسگیری هستند که سازه رو پنهان کردند. سولاریوم طبقه دوم یک اتاق مستطیل شکله که رو به پارک باز میشه و دیوارها و سقف‌های الماس شکل اون به طور کامل توسط سنگریزه‌های سرامیکی که توسط شرکت GOO تولید شده بودند پوشیده شده. استخر هم از یک الگوی مشابه پیروی میکنه و مثل یک الماس منحصر به فرد زیبایی و اعتبار ویژه‌ای به باغ میبخشه و امروزه حتی برای کم توجه ترین بازدید کننده هم خودش رو به عنوان یک قطعه بی‌نظیر پونتی توی ساخت به رخ میکشه. پونتی اعتقاد داشت که معماری متحرکه، یعنی برای درک شدن و بیان شدن ما باید حرکت کنیم و قدم بزنیم. برای همین طرح‌های بسیار زیبایی از طبقه اول و همکف با فلش‌های رسم شده توسط خود پونتی وجود داره که نشون میده زاویه دیدهای او در هر نقطه از ویلا چجوری بوده که اونها در تمام گوشه‌های ویلا دیده میشن، چون از طریق این زاویه دید ساکنان بود که پونتی میخواست بتونن فضا رو تجربه کنن. پونتی میخواست که ساکنین ویلا توی کاملترین حالت لذت ببرن. توی سالهای مختلف ویلا نمازی دستخوش بازسازی‌های جزئی و متعددی شده بود که خوشبختانه هیچ کدوم از اونها شخصیت ویژه و جذابیت منحصر به فرد سازش رو تغییر ندادن و تا به امروز نما و عناصر کلیدی معماری این ویلا عملاً بدون تغییر نسبت به طراحی اصلی خالقش باقی موندن و ایرانیان بیشتری اون رو یک دارایی ارزشمند در چشم‌انداز تاریخی و معماری امروزی تهران به حساب میارن. الماسی پنهان در صحنه به شدت شهری شده تهران و بسیار محبوب نه تنها برای معماران بلکه برای افراد عادی هم که با زیبایی هنری و اهمیت جهانی و فوق‌العاده اون آشنا شدند. ویلا نمازی در حقیقت برای ایرانیان نمادی از میراث هنری التقاطی گرانبهای پایتختشون و برای ایتالیایی ها یک شاهکار بین المللیه که اونها رو به یاد غرور مرتبط با خلاقیت ملیشون میندازه که پونتی بیش از هر کس دیگه‌ای میتونست اون رو به تصویر بکشه.